کار را بندرسم. چخیل از این چی صاف برآمدم خودم حیران شدم. یگان حجت پیشین نمون، همش را نابود کردم. هی زیلان خانوم، اکنون در نزدیکی تو بودن مشکل می شود. اکنون تو زنی شیخ می شوی زیلان. اگر برفین برگرده چی؟ اگر دختر برگردد همه کاری از دستمون می آمده شرف مدیا تقدیم میکند. هیچ نشود دختر را یعنی برفین را میکشیم. زیلان چی شد یلماز؟ برفین را ندیدی؟ نه ندیدم. چی شد است؟ چی شد یلماز؟ برفین گم شده است. چی؟ نه یلماز به خدا من ندیدم. چی کار میکنیم پسر؟ خواهد نشد زیلان ما او رو میاریم. رفتیم یلماز باید زودتر رفتیم یلماز. با شما یک چیز گفتن میخوام، اما با شما چیزی گفتنم رو نمیدونم. برفین را دادر ابلهی من سلیم گریخته است. چی صبر کن با تو میگویم. آرام شو. سرده گفتم سرده سلیم من برات بالا میاریم. سرده با من هیچ چیز نمیشود. برای تو بمردن هم روزیم. بین برای تو چی گرفتم. با خدا با تو بسیار میزیبد. با تو همه چیز میزیبد. نره من این رو برای تو گرفتم. با من نره. از این زیباتر از همه میگیرم. دوشم گفتم این از آن توست. یلماز جوابش رو نمیدهد دختر. دادری به عقلی من به برفین تکلیف خانواده شوی کرده است. چی مگر اونو میفهمد؟ این مسئله ناموس است. بله بله این باشد دیوانه است. شد ایست دارم شوی داخل. گپ را بسیار نکن. یک شخص دادر دخترم را به کجا بردن از را میدانی؟ تنها یک جایی بردن دارد، آن هم دهه خاله هم. آن دهه در کجاست؟ رفته آنجا را دیدن لازم. بله میرویم. رفتیم میرویم زودتر. یلماز قربان جامو را نزن. گناهی او کلان است، اما خواهش میکنم او را آکایش شما خواهد باشید. ما تنها برفین را نجات. آقای طاهر حرارت کودک بلند شد. احوالش خیلی بد است. فهمم من کودک را میبینم. شما روید. خب رفتیم. خب رفتیم میرویم. یلماز او را شو باز یکم به عقلی نکنی. اگر او زنی تو باشد خواهری من است. فهمیدم طاهر نگش. آقای طاهر چه شده است؟ دادری یشر برفین را گریزانده است. چی؟ بس است اکنون سلیم بس است. من با تو خونه دار نمیشوم. اصلا من آیله دار هستم. من میدونم تو چقدری که کم نزنی. یلماز تو را رها نمیکند. نمیتونه. نترس. من تو را از دست او نجات میدهم. با نام خدا نجات میدهم. چه نجات میدی سلیم؟ بله من با او جنجال کردم. او را رنجاندم. اما من او را دوست میدارم. فهمیدی؟ اما اکنون فهمیدی سلیم؟ بین ما چیزی نیست و نمیشود. اما من این رو نمیدونستم. یعنی نمیفهمیدم. من رو ببخش. نیتی بدی نداشتم. خواهش میکنم من رو ببخش. انشاءالله کسی نمیفهمد. برفی کنی بینم حرارتش قریب 40 آقای طاهر. حرارت کودک خیلی بلند است آقای زینب. اگر بلندتر شود خیلی خطرناک است. داروها را آوردم؟ نه اما در دهه ما باید از آن داروها یافت شود. ما براه میبراییم آقای دکتر. باید زود رویم آقای زینب. رفتیم دخترم. یا کودک را گیر میرویم. بیا جانکا گیره نکن. مرحمت برای تشکر دیلا. آقای طاهر من هم روم. لازم نه دیلا. احوال من خیلی خوب است. در اینجا مرا خوب نگاه میکنند.
یگان کمبودی ندارم. تنها شما را پزمان شدم. به اینجا برای خدمت خلقم آمدم. من چند مدت اینجا میمانم پدر. من برای ناموس شما اینجایم. از من خواطر نشوه. جاوید. ایتین به خدا دلم خیلی نازک شده است. گریه هم آمد. گریه کردم. زود باش. تمام کن. گروه تو را انتظار است. بمانده. تیار هستیم. رفتیم میرویم. رفتیم. آقای زنن را منتظر نکنیم. خیلی ای می شود. ای می شود. ای می شود. زود باشید. زود باشید. زود باشید. تام ایتین. کجا میروید؟ راه گردید. راه گردید. احمدی بی عقلی چرا این کار کردن؟ یلمز باشید. یلمز ایست. یلمز زنده نمیگذارم. کدام نشو بازی. کدام نشو میگویم. یلمز ایست بگویم. ایست آخر ایستا. با خود بیا آرام شو. چیست؟ گهت برو. من رو میکشم. من میکشم. من خودم رو نجات. تو مرا به این حال آوردی برفید. اگر میشی کودکم این کارا تماما روی نمیدونم. دیدی چی شد؟ دیدی برفید چی شد؟ تو بسی دخترم. همشن برای تو مرا باید خود آوردی. تو مرا بدنام کردی. همش باید تو شد. از این پس یلمز برای من وجود ندارد. امور فهمیدی؟ دخترم این کار نگوی. دخترم. بس است مادر. بس است. دیگر چیزی نگویی. شرف این میدیم یلمز برای من تقدیم بوده است. میکند. کلیو بوده است. بکی این طور نگو دخترم. آسانی شهر این کار آلو کردی. من تو را بکشم. شرمنده شهاد بسر بی عقلی کردم. من خدا تو را بکشم. زنده جایم خیز. زود راه گرد ابله. سلیم چرا با ما خیانت کردی؟ مرا چی دریافتید؟ از راتسیا کیچا گفتگوی همه راتسیا رو گوش کردیم. گوش کن. از تو یک چیز را فهمیدنیم. اگر تو در کجا پنهان کردن سلاح ها را گویی من تو را کمتر شکنجه میگیرم. همه چیزهای دانستن را باید به من نقل کنی. مایلس خودت میدونی که چه، اما باید بدونی که من از شکنجه دادن نه دلگیر میشوم و نه خسته. همه واسطه ها را به کار میبرم. این کار را خیلی دوست میدارم.
و به آن دلتنگ میشوم. وطن آقای زینال با ما ضیافت راست است، نخوریم ای می شود. آمدن ما رو خبر میدیم سینان؟ البته ایتن به آقای زینال خبر ده، با عیادت او رفتنمان را بگو. قماندان ها می آیند گوی ما را خوب قبول کند. مکتوب را فراموش نکنه. خواطر نشو سینان. خب برو، زود برو، زودتر. صلاح به اینا همه چیز را بیاموز. شما به خانواده من کاردار نشوید. اگر یک تاری مویشان کم شود. آی جاوید، آی پسر تو کمی آرام شو، تماما خواطر نشو. هیچ کس یکان کاری نمی کند، همه خوراک میخوریم و برمیگردیم. اگر به آنها دست رسانید شما را زنده نمیمانم. راگیر خاموش، دمت راگیر. صلاح در نبودن ما تو قماندانی. اطاعت محترم قماندان. رفتیم. صلاح گفته هایم را بکن، اینها را آماده کن، خوب تمرین ده. خوب فهمیدی ها؟ رفتیم زودتر حرکت کنید. گریه نکن. چطور دادن داروها را فهمیدید؟ ها بله فهمیدم آقای دکتر. تمام گریه نکن جانم. گریه نکن. من بیرون اومده حکیم من خوش گریه نکن یعنی خوش حکیم من نوزه گریه نکن جانه که من. اما کشت رو تبابت میکند. گریه نکن. آقای زینال من هر روز آمده کودک را خبر بگیرم. خدا از تو راضی باشد پسرم دکتر. خوراک تیار است، مرحمت بنزدید دسترخوان. برفین گم شده است آقای زینال. من باید روم، فکرم با او بند است. یگان کمک لازم باشد قبضم پسرم. نه آقای زینال تشکر. تنها نرو، همراه دادنم را میفرستم. مادر بچه خوب درا میکوبم. خوب عیش. و تو از پسرت مکتوب آوردم آقای زینال. از پسرم؟ او این رو نوشت؟ البته او نوشته است. من در برش بودم. با سلام و درود فرستاد. آقای زینال اینها را از نزدمان بیرون و تو گفتنی دارم. باطن و سینان در بیرون انتظارند و ضیافتی تو آمدند. آقای زینال یگان چیز نمیگویی؟ قدمهایشان نوری دیده بیایند. با آدمهایت بگو آنها را درآورند. سلاح‌ها در کجایند ترجا؟ گیره دورا. و من باور نمیکنی که چه
ایتن بشین خوراکت را خور. از وقتی که پسرت با تشکیلات همراه شد بینمان دیگر خصومتی نماند آقای زینال. همه بداند از این پس ما جان و جگری آقای زینالیم. به خدا به ما خانی خوب آراستن آقای زینال. خیلی خانی خوب آراستن باتن. ما هم جوابش را البته میدیم. ما چطور عزت و اکرام میکنیم؟ این خیلی خوراک‌ها در اونجا نیستند. ما هم در آنجا برای آقای زینال جایره شکار میکنیم. چه گفتی؟ برو با خود دارید. اگر نگویی پنجه‌هایت را یک تا یک تا میبرم. ایست جدی میگویم. در آخری در کجا پنهان کردی؟ در آخری خانه پنهان کردم. با همین انگشت با من خیانت کردی. خواهی دختر با تو شستن ظرفها خیلی میزیبد. با خودت نگر تاجری ده رو نغزکک فهمیدی؟ هرچی هم نباشد این نقش را بازیدن به دلم زد. میخواهم مثل پیشتر همراهی تو باشم. اگر این کار تموم شود مرا به کجا میبری؟ من هم زیر شدم. با کجای خواهی میروی؟ فرانسه، بریتانیا، روم. میخواهی به روم میروی؟ کسی آمد. شرف مدیا تقدیم میکند. خودت را عذاب میدی یومس. با خدا احوال تو مرا زیغ میکنم. تو همه کارو کردی، همه چیز رو فهماندی، اما برفین یک روی میکند. تو رو رنج میدید. چرا دیده و دانسته این طور میکنند من نمیفهمم. من هم نمیدانم. گوش کن، با تو یک چیز میگویم اما مرا خطا نفهم. مادامی که برفین به تو میگوید که از تو دل خنک شده است من تنها بهانه میباشم. گفتنیم که جواب برفین را بده. تو هم از این رنج و عذاب خلاص میشوی. آخر این طرف گناه است. تو خودت را خیلی رنج میدی. این طرف زندگی نادرست است. جوابم را ده یونس، جوابم را ده. تو حق هستی زیلان، ولی درست میگویی. خیلی کوشیدم که این کار را حل کنم، بلکه گناهکار همه این کارها خودم هستم. نصیب ما نبوده است که ما در این دنیا خوشبخت شویم. حق ندارم که به وقتی برفین و تو ضامن شوم. جوابش را میدیم. گوش کن برفین، هوشت را به سرت گیر. این طور باز چقدر دوام مییابد؟ به هر دویتان جبر میشود. نزد شوهرت بیرم. یلمز آن دختر را مثل خواهرش میداند. از این خاطر مباش.
غیر از این میدونی که یلمز تو رو خیلی دوست میدارد. یک روی نکن برفین. تو وقتی که اون زن در برش است من بر نمیگردم. سبحان الله. من با تو بحث نمی کنم دخترم. اتاق با تو گفت زنم. من دیگر نمیتوانم. از پسرت هیچ خواطر نشو آقای زینال. بعد از این ضیافت خوب او را نگاه و بین میکنیم. خواطر نشو. زینال باید زودتر رویم، کارمون خیلی زیاد است. فراموش نکردم، در یادم هست. پسرت در گروه اول است. اگر خواهی برای دعا کن. هایتین کنی راه گردید. میرویم، راه گردید، رفتیم. زینب پدر با شما چی شد پدر؟ آقای زینب شما خوب است؟ خوب. با آنها بحث کردن فایده ندارد. نمیدانم. یکی نصیر پسری ما را فریبیده با خود بردن. دیلم از دنیا خلوق شد پسرم. قربانت شوم. تو ما بیچارگان را با این ظالمان تنها مگذار. شما آرام شوید آقای زینب. خدا بزرگ است. پسرم با کجا؟ یک وطنداری با بروی تابعی خود کردن میخواهم. آقای زینال اکنون از ما شد. شاد و روشن و سلاداران زیافت میدهد. به هر حال بیجزا نمیماند. من دولتم را به شما سپاریدم. دیگرش در اختیار شماست. پنی جمع شوید. افسری آقا، پدرت ما را خوب قبول کرده. من به سربازان تیر نمیکشویم. چی از تو میپرسم پسری آقا؟ سلاح را ده، این سلاح را ده میگویم. ماتن از مرکز زنگ میزنم، به همان تلفن جواب ده. گوش میکنم. فهمیدی؟ شما باوری دارید؟ بگیر این را. بگیر. فهمیدم. خوب شده. اکنون با عقل میشوی جاوید. با عقل. فهمیدی؟ حاضر با سربازان میجنگیم. تو دستتی پیش میشوی. یکم تو با آنها روبرو میشوی. وگرنه خانوادت را نیست میکنم. اولادت را نیست میکنم. فهمیدی؟ گروهی سیار با بودی بارانی حرکت کرد از سینان. زودتر رفتنمان لازم. نه، به آنها مقابلیت خوب نشان میدیم. رفتیم. گیر این را. زود باشید. میرویم. حرکت کنید. زودتر. دیر نمانه. حکایتی پردردی تو به آخر رسید تیچر. جای سیلو را گفتم، باز از من چی میخواهید؟ ایستید. کاری طاهر را تمام نکردی. من نامی کشنده او را میدانم. من تو را از اول باید میپرسیدم. خیر، فکر کرده آن را به کسی باوری نمیسپارم. که چرا خوب نمیشناخته اید؟ اکنون حیله دیگر را به کار میبریم. راهی کار را میدانی. کاری سرکردت را به آخر رسان. تیر را سردی. درباره آقای زینال خبر آمد که به سلاحداران ضیافت و جای خوب میدهد. گوشش را کشیدم. فهمیدم.
ağır ketiye dillerim Xavnake ve çavim خدا جان این را چیکار کنیم خواکه و چاویم مادامی که برفین به تو میگوید که از تو دل خنک شده است من تنها بهانه میباشم گفتنیم که جواب برفین رو بده قیامت دیگر علاج ندارم جوابش را میدیم چند سال بنداتم رندان گران چند سال بنداتم ولی چند سال بنداتم برفین خیز دخترم طهارت کن تو هم نماز بخون کمی آسوده میشه خوب مادر جان من میکشویم مادر جان باز چرا آمدی؟ برای یک گپ آمدم باز چه گپی نگفته ادمون است یلمز برفین خواستت را میکنم جوابت را میدیم جوابم رو میدی؟ بله اکنون میتوانی در اختیار خودم باشی خدای زیبان خدای زیبان چی شد قیزبان؟ آقای دکتر محافظان رو جمع کردن و عملیات میروند همینو بخیر باشد انشالله اما با من چیزی نگفت بگیر زودتر بگیر بده زود باش اگر این راسیه کار میکرد دیگر هیچ چیز بازی چرا کار نمیکنه نمیدونم اما که چقدر کوشش کردم کار نمیکنه با فکرم قواش تمام شده است آقای دکتر من دیگرش رو به قیزبان دادم برای قواش رو پر کردم وضعیت معلوم شد خبر دادن نمیتونم زود باشید بچه سینا و سربازان برابر آمدن برادران ما هم باید رویم چه گپ شد طاهر؟ بخیر است پسرم با سیلاداران به سربازان هجوم کردن مادر برای کمک آنها میرویم روید پسرم خدا مددگارتون باشد برفین خوب هستی؟ من خوبم با شما میروم اکه من سربازی کهنم سلاح را خوب کار فرموده میتوانم حاضر لازم نیست برفین تو بیمار هستی من به تو اجازت نمیدیم یلماز تو چی گفتی پسرم؟
براستی جوابش را میدهی؟ من درست فهمیدم؟ مگر چاره دیگری مانده است مادر؟ همدیگرمان را عذاب داده میگردیم. جواب او را میدهم، هر کس با راه خودش میرود. شما را دیگر رنج نمیدهم. از این کار برگشته جواب برفین را میدهم مادر جان. در اینجا چی واقعه؟ من دویده آمدم. های کیزبان، اینجا بیا. کنیگر زن اونها با کجا رفتن؟ اونها گلچینی رفتن پدر. گلچیدن گیرن. های دختر، تو مرا فریب میکنی؟ کنی ایستا، تو با من دروغ میگویی. حالا با دستم نیفتی. ای ایستا بگویم کیزبان. تو رو فهمیدم یومد. نصیبمون همین بوده. بخیر است سعید؟ مرا گوش نکرده در آمدم. شما را دیدن میخواهند آقای زینب. خوش آمدید آقای چتیم. یگان خبری خوش آوردید؟ یا که با پسرم یگان واقعه شده است؟ کار رو بینید. دولت میگویی. پسرم را از آنها نجات ده میگویی، اما در اصل به دولت دشمنی میکنی. شما چه ها میگویید؟ چه دشمنی؟ بیشرمانه باز چه دشمنی میگوید؟ من تو بر اینها را میدانم. همه اتون تروریستید، بیشرف و خائن هستید. گیرید او را. از جهت نجو این دولت عاقبتی به تشکیلات کمک کردن همین است. از بردن برگرد نکنید. وگرنه همه اتون را توی با فکر اونجا کسی هست. من نیستید عمل که امید. حاضر وقت نداریم. کمی پس به آنها میرسیم. زود باشید. سینان قماندان. سینان از آمدنش معلوم است که چه واقعه شده است. چه گپ است؟ دکتر و محافظان مثلا راست با جای عملیات میآیند. این دکتر در این جایها چیکار میکند؟ شاید از عملیات آگاه شده است. کدام سنگی را بردارم؟ از زیرش دکتر میبراید. حریف زیدی سینان است.
ایتین 2 نفری میرویم تو پسری آقا را گرفته از آن طرف رو ما همراهی با ترکمندان از رو بروی دکتر میبرایم کنی رویم زودتر رویم زودتر باشید میرویم جاوید راگا صداش با تو میگویم در آرزو را گوش کن امروز خیلی خسته شدم مرا عذاب نده همه کارهای کردت رو میدونم نامی خدا من کاری نکردم من چی گناه کردم میگویی که من دروغگوی هستم میگویی که این کار رو نکرده ای این رو آخر عیب است گناه است شما چه خیلی آدمانی دولت هستید مگر این به شما روا است خور گفتم خور بیشرم خور تو زنی دختر داری؟ شرف مدیا تقدیم میکند با کانال شرف مدیا آماده شود و از نوارهای نو خبر شوید در خانه خودت زن و دخترت را به سلاحداران پیشکش نکرده بودی بس از اکنون از خدا ترسید من با تشکیلات کاری ندارم گفتارتان همش دروغ است همش دروغ است؟ همش دروغ است ها؟ نگاه کنید همه آیند سر کردید سینان طاهر شما برای من اینها را نگاه ندارم زودتر باشید بچه ها مگر نه از اینجا برآمدن نمیتوانه حرامه دیگه ندارم رو گیرید بچه ها بگردید ایشون بر نگردید من به این بشرت میشان میدی ها طاهر شما منه یلماز 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 Hayır! Gir bir taraf!
دکتر دستی راستت را بود کردی دکتر یلماز سرده یلماز برفین چه شد دخترم؟ خوبم مادر جان. یلماز خاموش نگوی دخترم. خوب را بد نمیگویند. الهو بخیر شود دخترم. صدقه میدهید بلایی می اومده رو گرداند. بیا رفتیم. شیرینی تیار کرده بودم. کنی خیز دخترم. با مادر خلیل ببر ثواب می شود. کودک ها هم خرسند می شود. بیا دخترم. خداوندا از بلا و مصیبت ها نگهدار. رفتید. قزبان بخیر است قزبان؟ کجاشی دکتری؟ یاره دارم زیاد دکتر تنها من برای کمان دادن فرستادم. چه خیلی یاره دارم. محافظان برگشتند. ها برگشتند. یاره دار بسید دست دیلا گیره کرده شده است. دکتر تنها بوده است. من به کمک میروم. قزبان دخترم با یلماز چیزی نشده است. قزبان گفت زن با یلماز یکم واقعا نشده است. خیلی رسم با او یکم واقعا شود من نمیرم. یلماز یلماز در کجاست؟ یلماز در کجاست؟ یلماز در کجاست؟ اکا گوید یلماز کجاست؟ کجاست اما که امید یلماز کجاست؟ در نزد خلصان خوابه اتاق افتادیم. ما را نجات دادن شده یلماز خودش کی داد؟ یلماز در کجاست؟ یلماز در کجاست؟ یلماز در کجاست؟ اکا گوید یلماز نمرده است. اکا قربان تو شوم گفت زنه دخیل یلماز در برفین آرام شو برفین. اکا گوید گفت زنه. بس کن برفین آرام شو. دخترم آرام شو برفین. گوش کن برفین از دستمون چیزی نه. چی شد او رو با من نشان دهید اکا چی شد؟ برفین یلماز بجری است. یعنی دارم بسیار او رو گریسته نتوانستیم برفین. شاید او نمرده است. شاید او زنده است. برفین او را پراندن میفهمی پراندن. او رو ندیده با بدنش باور نمیکنم. نه باور نمیکنم. آرام شو برفین. حاضر یگان کار از دستمون نمیآید. رفته او رو میارم. برفین ایستان. برفین رو رفتن نمانید مادر آنجا خطرناک است. خواهرم برفین چیکار بکنی؟ برفین رو کجا؟ برفین نیست میگویم. برفین نیست. زینا چیکار میکنی؟ به کجا میروی؟ یلماز بمیرد همه عملیات برباد میرود. این عملیاتی من است و اگر حالا زنده باشد او را گرفته میارم. برفین نیست میگویم. برفین نیست. مادر رفته یلمازم رو میارم. راست کجا میگویم؟ در نزد خلصان گفت اما که امید گفتم. برفین دخترم در همه جا سلاح دارم. مادر رهایم کنستم. نمیرم و نمیمونم. مادر رهایم کنستم.
هیچ کجا نمیمونم مادر جون در چشمانتان جون مادر جون نزدم میارم دردیت مادر جون اکاد رفته و رو میارم دخترم آیومد کجایی قربانت شوم چرا برایت نگاه نکردم من چی بدانستم که چنین میشوم گفتم مادر جان جگرم بارش شد مادر جان از همان لحظه گوارای شکنجه میدونی که است؟ همین تنها شکنجه وقتی که آشکار شدنی در مقابلت بوده را میبینی حاضر من را از این ذوق محروم نکن همه‌اش را بگوی چطور و تشکیلات یاری دادی و در خانه جای کردی من به تشکیلات یاری ندادم من تروریست نیستم با خدا من تروریست نیستم نفهمیدم باری دیگر تکرار کن من تروریست نیستم میفهمی من تروریست شرط نداشته اونها رو در خانه ضیافت میدی ها؟ چی شد؟ آن به شرف رو نیافتید؟ نیافتیم سینان قماندو. چطور نیافتید؟ حریف راست به همونجا افتاد همون دیدیم. شاید به کول افتاد است. در دیگر جایگاه نیست. بیاد میرویم یک گردی کل را ببینیم. رفتیم میرویم. کجا باشه؟ شین دخترم خودت را به دست گیر از خداوند صبر طلب کن من حاضر رفته برایت آب میارم درست گفتید آن حریف را آب برده است. همین طور است بوتان قماندون. سینان کجاست؟ از آن طرف میآید. سلاحایتان را پرتایید. وگرنه باتن رو میپرونم. نجوم که حاضر میپرونم باتن. یلمز کجاست؟
و جایی افتیده مود. یلماز مرده باشد تو هم میمیری بطن. تو هستی هم رو دار دلن میخواهید. خانه بطا حالا تو بسوی بطن سلاح میداری. اینجا بیا. من میدونم با تو چیکار کنم. من از یک باید ببرید. من نگذارید. اینجا بیا. باش. روید فرید کنم. جزایی نمانی رو باید بگیریم. رفته. اینجا مهمان خانه نیست. هم به دولت خیانت میکنی، هم به شکنجه هایش تاب میاری. این رو فکر کن. خیلی او رو به دهش فرستید. خیلی زیاد بس. عملیات به آخر رسید. اگر آقای زینل با تشکیلات همراه نشود من هم این وظیفه را میسپارم. سرده مرا. نوکر زودتر. حالا با تو سرده نوکر. سرده میگویم رهایم کن. 2 نفر این دختر را به قرارگاه برید. حالا با تو قرارگاه برید. نزدیک آکنگی نکنید. خاطر نشوید برید. روگر بشترو. حقیقت شد باش روگر. روگر رفتم بوتم. میروید گرمانده. سرده میگویم. روگر زود باش. دختر زیبا بود است ها؟ سرده میگویم. یکی رو همون دروز است. خواهش کار بکنیم. انا غور است. سرده بد نامد. سرده بیا سرده یک دختر رو سرش کرده نمیتوان. سیفی وای سیفی چیکار کرده ایسا؟ رفتیم. بیا زود باش. زودتر خیز. مرفی تو در اینجا چیکار میکنی؟ به سراغ یلماز آمدم. سینان دستگیر کرد. چرا برای یلماز جانت را در خطر انداختی؟ او برای تو کی میشود؟ یلماز ما رو هم از تشکیلات و هم از اکرم نجات داد. مرا از مرگ نجات داد. برای یلماز جانم فدا میکنم. خوب من میدونم که یلماز با کمک ما احتیاج دارد. من با تو میگویم که یلماز نمرده است. او رو میابیم. در خوابم او فریاد میکرد. از من یاری میطلبی. رفتیم. کنی با من میگفتم؟ نشد. گریم میسرم. گریختم. شما چرا اون رها کردید؟ برای آب و بیرون بر آمدم دمستی ریشه گریخته است. چرا این درگاه آنجا خطرناک است؟ چی کار کنم؟ روید او را پس گردم. خولای زیگوله بیاید اینجا شینید. ایستا این خون رو نگاه. نیست. با فکرم با او
وقت دست آخ مان 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 Yılmaz! Yılmaz! Yılmaz Royuk! Yılmaz! Yılmaz! Başın! Yılmaz! Başın! Hani köyem Yılmaz! Başın! پرانه شونگیره چیکار کردید؟ حالا هم این گروه رو تارمار نکردید؟ آسان باشد بیام خودفتم وقتی تو همه کار رو میتوانی کارمون بیشار بوده است تیرهایمون کم ماندن فینال این کار رو تمام میکنید وگرنه تارمار میشده شونگیری تا پرانه چرا این چطوره من بخشا نمیتوانیم چقدر پرانه حریفی ناودا برا پران گفتم من سربازان تیر نمیکشویم اگه لعنتی بهتر باشد مگه حال را دف شو چرا نگاه میکنی رو و تو کارمون نیست دف شو رو نیست شو شرف مدیا تقدیم میکند آقای زینب باش جون آقای زینب باش میدونم حاضر وقتش نه لیکن برای محافظ شدن باید حجت گرفت حجت لازم نه فهمیدم که این کارها را محافظانه بلکه تشکیلات حل میکرده است از این پس اگر خواهی همراه تشکیلات بجنگی قوتم دارم دیگر مدارم نمون برفی خط رو حلال کن صبر کن یلمز صبر کن قوتم نمون برفی دیگر نمیتونم صبر کن یلمز برفین اکا یلمز اکا یلمز کنی گیری درو یاری دیگه زود رو نمیتونی تیبی ببرید یاری دیگه دو اکا زودتر باشید احتیاط کنید او رو زودتر با نقطه تیبی بودن در کن زودتر باشید او خونی زیاد طلب داده است سرچیا بدومانه برخمه
درمان باغ من گلو چمام غزاله مگری خملاله مگری اوچه و حاله مگری شین زواله مگری باغ چی شد اکا؟ برفین من کاری از دستم آماده رو کردم. خونش زیاد رفته است. دعا میکنیم این شب حالاتش وزنین است. خداوند پسرم یلماز شفا دهد. یلماز چه خیلی است پسرم؟ دعا میکنه مادر جان. یلماز تو کم ادام که من هم با بیرون میدونم. من هم با اونجا در آمده میتونم دکتر. مایلش تو مرا با این حال آوردی برفین. اگر نیستی گذشته میبود این کارها تماما روی نمیدادم. خدا جان او رو صحت کن دیگر با او جنجال نمیکنم. برفین همینجا هم یلماز. برفین دستت را از من گیری. این دفعه میمیرم. برفین به خانه برگرد. در بری من باش برفین. تو رو رها نمیکنم یلماز. با اون زن هم روزیم. از برا دور نمیشم. در کجا بودی؟ احوال یلماز چطور است؟ یلماز خوب است اما یک مشکلی دیگر هست. برفین راضی شد که من هم زن یلماز باشم. من به تو گفته بودم در اولین مورد مناسب این دختر را بکشی. من اول به این راضی نشد تو را گوش نکردم اما با کار آنها نگر. در این حالت من نه حجت ها رو یافته میتوانم نه تا آمدن آدم ها نمام سپارشی را اجرا کرده میتوانم. این طور باشد تنها یک راه میماند.
يا سادة، الكل صار يعرف انه تطورات قضية العصر بهالوقت هي مو مثل ما بدنا نحن. يعني فيكن تقولوا بانه الامور خارجة عن ارادتنا تماما، وهذا الشي بيعني انه الايام الجاية رح تنكشف كل المؤامرات يلي كنا عاملينها من زمان ومسجلينها ضد مجهول. والأهم من هذا كله هو فتح ملف الرجل يلي كان عم يسعى لحل القضية الكردية بالطريقة السلمية، وكشف موضوع موته بأنه ما كان حادث طبيعي. سيدي، من الضروري أنه ننتبه على هالقضية، لأنه المجموعات اللي شكلناها رح تجتمع وتقرر حسب التطورات اللي رح تصير بقضية العصر، وإذا ما قدرنا نرجع كل الأمور لصالحنا فرح يتخلوا عنا ويفضحوا كل شيء كنا عم نعمله. يعني رح يحكوا عن المواد اللي عم تدخل على البلد بطرق غير شرعية، ورح يحكوا عن الأسلحة والمتفجرات اللي صارت بقلب البلد، وعن كل المخالفات الحدودية اللي عم تصير قدام الكل. يعني باختصار رح تنفضح كل القضايا الخطرة يلي عم نعملها. مشان هيك لازم نلاقي حل سريع لهالمشكلة. برأيي انه مشاكلنا كلها رح تنحل بالانتخابات الجديدة يلي رح تصير، وخصوصا انه هي على مرحلتين، وبتوقع كمان انه الاستراتيجيات اللي رح نتبعها عن قريب بخصوص قضية العصر طبعا رح ترجع خيوط اللعبة لإيدينا. سيدي اسمح لي لحظة، نحن قدرنا نستوعب موضوع المعلومات اللي انتشرت بالإعلام من قبل رجالنا اللي تخلوا عنا، بس الشيء اللي ما عم نستوعبه هو كيف انتشرت مقابلاتك ولقاءاتك مع رجال الدولة والقياديين بالحكومة. وللأسف كل هاللقاءات انتشرت بالصوت والصورة على كل الشاشات، حتى الصحف كان إلها نصيب بالفضايح اللي صارت. وفي معلومات عم بتقول إنه حتى لقاءاتنا الخاصة اللي عم نعملها دورياً عم تتسجل وتنتقل لجهات أمنية مهمة بالبلد. يعني فيني أقول لك إنه لقائنا الحالي ممكن يكون مراقب، وطبعاً ما لازم نسكت عن هالشي أبداً لأنه الموضوع تجاوز حدوده. نحن من قبل يا سادة كنا نمتلك الحصانة، وما كنا متخيلين أبداً إنه هيك رح يصير. يعني ما حدا كان متوقع إنه تتسجل لقاءاتنا ومقابلاتنا بهالطريقة، لهيك ما اهتمينا كتير بالموضوع. ثانياً، هي التسجيلات رح تكون لصالحنا، مو مثل ما أنتم متوقعين، لأنه مع الأيام الجاية رح نستعمل هالتسجيلات بطريقتنا الخاصة حتى نعرضها على الجيل الجديد يلي رح ينضم إلنا، ورح نفرجيهم قديش نحن تعبنا واشتغلنا على قضاياهم. بفترة من الفترات جبرنا أنه نقعد ونتفرج على الحكومة وكيف كانت عم تسعى للدخول للاتحاد الأوروبي، وهذا الشيء كان غلط كبير. حتى مساعي الحكومة بحل القضية الكردية بالطريقة السلمية كانت مكثفة بهديك الفترة وكانت على وشك النجاح، ومع ذلك ما تحركنا، أو بالأحرى ما قدرنا نتحرك. ما بقي معنا وقت كتير، لازم نمنع أي تعديل ممكن يصير بالدستور، لأنه أي تعديل رح يصير أكيد ما رح يكون لصالحنا. وبرأيي صار لازم نستعمل رجالنا الجدد يلي بالحكومة حتى يساعدونا بحل هالمشكلة. ولا تنسوا أنه كل المحاولات اللي عملناها لتقليب الرأي العام على الحكومة فشلت. حتى قضية الشاب اللي قلتوا عنه رح يقدر يغير الوضع ما قدر يعمل شيء، وانكشف من قبل ما يبدأ بالمخطط اللي رسمنا له إياه. بتعرفوا انه نحن لو نجحنا بالاضطرابات اللي عملناها كنا رح نغير مصير هالبلد كله، بس للأسف نحن تعرضنا للخيانة من أكثر من شخص. مع ذلك ما رح نستسلم، ورح نسعى بالاضطرابات الجاية انه تكون ضربتنا قوية ومركزة أكثر على العناصر المهمة بالدولة. ورح أقلكن انه اول مخطط بهالفترة هو انه نحن نوجه ضربة قوية كتير لجماعة محبي الوطن، لانه هن اهم عدو إلنا بهالفترة. ومثل ما بتعرفوا تأثير هالجماعة عم يكون قوي على الشعب وعم ينعكس علينا بطريقة بتضرنا. مشان هيك انا اخترت انه يكونوا باول القائمة اللي حاطينها نحن. فعلا سياستهم غريبة. ليش شو هي سياستهم الحالية سيدي؟ اولا تحديد الهدف، وثانيا العزم، وثالثا المقاومة، ورابعا الحب، وخامسا الانفتاح. وللأسف غالبية الشعب صار عم يفهم هالشي وعم يسعى ينضم إلهم ويصير ضدنا. الأعمال اللي عم يعملوها محبي الوطن عم تزيد محبتهم عند الشعب، وهذا الشي اللي حذرناكم منه ونبهنا عليه من زمان، لأنه رح يأذينا على كل الأصعدة مستقبلا. ومثل ما بتعرفوا إنه الحكومة القوية هي الحكومة اللي بيكون شعبها واقف لجنبها، وكيف إذا كانت عزيمة الشعب قوية كمان. مشان هيك لازم نحارب هالظاهرة،
ونرجع الشعب مثل ما كان، لأنه في حال اجتمع الطرفين مع بعض رح يشكلوا خطر علينا وعلى نفوذنا بالمنطقة كلها. يعني حكومة متماسكة مع شعب قوي من المستحيل القضاء عليهم بفترة قصيرة. هلأ لازم نجهز لكذا مخطط جديد. أولا الانتخابات الثانية، وثانيا عيد نيروز اللي قرب واللي عن طريقه ممكن نعمل بلبلة كبيرة بكذا بلد. ولا تنسوا كمان يوم الشهيد اللي رح نحاول تحويله لمعركة قوية بين الحكومة والشعب. لازم بهالفترة يكون تصعيدنا منظم وماشي على أسس حاطينا نحن وفق الظروف اللي رح تكون متاحة قدامنا. يعني حسب النتائج اللي رح نقدر نحصل عليها رح تكون سياستنا الجديدة. وأنا برأيي هي أفضل طريقة للتعامل مع الوضع يلي نحن فيه واللي كان متبع بالستينات واللي عن طريقه قدرنا نكسب فرصة كبيرة. برگم مشتی شده؟ از این بازو همینجا بموند. البته عمر جان. یلماز نغزکت استراحت کن، یکون کوری وزن نکن، داروهایت رو هم استعمال کن. تشکر طاهر. پسرم تو استراحت کن، مربی میلش. یه مادر جان اینطور بشود مگر چند وقت باز همراهان نشسته ایم. اینجا ماندن شما مرا خسته میکند. وقتی که شما در اینجایید خانه‌مان پر بشود. داروهای یلماز رو آماده نمودم. در بولایشان طرز استفاده برایشان رو نوشتم. سحری تیار کرده بودم یلماز، بیا به تو خورونم. این چیست؟ نه یلماز این را دست نمیداره. تو زحمت نکش، من خودم یک چیز آماده میکنم. دیلا گرم و گرم خوردی خوب بود. تشکر زیدن. بفین به این هم خوراک تیار کردنی بود. آقای دکتر اینجا طرفیست. آقای دکتر چی شد قزمان؟ آقای فؤاد اما که مسلم رو آوردن، احوالش خیلی بد بود، نفس نمیکشید، مثل مرده بود. بلش فهمیدم خودتون باشه. تو نخیز مادر جان مادر شما هم روید. مرا ترسوندی. با برفین نش میزند. این زهرناک است. احتیاط کن. کسی از من شبه نمیکنه. پروا نکن. من به خراب بازار میروم. بعد تو هم بیا. کوشش کن زودتر بیا. زینب چپانها اومدند. چی میخواهند؟ شما رو دیدن میخوام آقای زینب. چی گپ شده است؟ چرا غمگینی پسرم؟ آقای زینب بین سربازان و تشکیلات زد خود به عمل آمد. همه چیز رو دیدیم. جاوید تسلیم شد. در دست شرف هم نداشت.
لیکن به نگاه نکرده سربازان رو پروندن. از دستمون کاری ناومد. آنها خیلی زیاد بودن. انتظار شدیم اونها رفتن. بعد ما جسد جاوید رو آوردیم. یک سرباز بیناموس آمده و جاوید سلاحش رو داشت. جاوید زاره تولو کرد، لیکن اون ظالم اون رو گوش نکرد و تنش یک چند تیر خالی کرد و جاوید رو کشت. جنازه در خانه آقای زینل می شود. او زمانمان با لباس‌های چوپانی جسد پسرش را به خانه زینل بردند. حالا باشد آن آتش را باید باز هم ارنگدیم. کاری خوب انجام دهیم. آقای زینل شخصی با آبرو است و جنازه آدمان زیاد می آیند. اگر کارهایمان برار گیرند و آسان آقای زینل را دشمنی دولت و طرفداری تشکیلات کرده تبلیغاتمان را با آسانی پیش خواهیم بود. چطور میکنیم قماندان؟ جنازه را به دریای خون تبدیل میدهیم. یک کاری میکنیم که مردم سربازان را ظالم و ستمگر دانسته عصیان برداشته به دولت دشمن شوند و مردم همراه میشوید. بعد سربازان آتش کشادن گفته خلق را به پا میخیزانید. آرام و آسوده باشید. در این کار تنها نیستیم. اگر شما وظیفتان را خوب انجام دهید یگان مشکلی نمیبراید. تمام فهمو. شما هیچ خواطر نشوید قماندان. در جنازه حتما دکتر همراه سگ بچه هایش البته می آید. فؤاد بخیر است؟ چی بکن؟ همه کم بیمون شدن و زور نفس میکشند. خزبان یه لحظه ایستا. خزبان از کسی کارش عقدم زر به من نزدیک نشم. خزبان جا التماس باور کن به خدا گردنبند رو در رودا پرتوختم. نجله خودش که او رو نمیشناسم. با کاری هم ندارم. من هم باور کردم. ببخشید آقای عقدم از دروغهایتان بیزار شدم. خزبان فهمو دیلو فشارشان رو سنج. مالش آقای طاهر. الدو قزبان شما با بیرون برون. آقای دیلو راست میگوید. بیا قزبان خودمون بروی. من به خونه میرم. تا کجای خواهی رفتن نیست. زیر مشو. خدا شفا دهد آقای مسلم. تشکر. چیکار کردی؟ کاردم رو شب میگذارم. کار رو تمام کن. اگر آن زن را نکشی
و سرمون بلا می شود. پروا نکن، خودی همین شب کارش تمام می شود. من چیزی دیگر گفتنی بودم. با من فوراً یک قرآنی کهنه لازم است. قرآنی 200 ساله باشد. قرآن را چکار میکنی؟ یا اینکه قرآن خام شدی؟ وقت شوخی نیست. برای سندها را یافتن باید مکان کتاب‌های بابا ابراهیم را یابم. قرآن کهنه را از بابایمان دست گرفته به یلمز میدهم. یلمز باشد آن را حتما همراه کتاب‌های پنهانی بابایش میگذارد. و تو باشی او را تعقیب نموده جای کتاب‌ها را میفهمی. با این راه سند را هم میابی ها؟ تو خیلی جاسوسی مکار هستی میری. آفرین به تو. مایلش کوشش میکنم که زودتر بیابم. خانه آقای زینال رفته کار کرده را طرفدار تشکیلات میکنی. غیر از این به قبیله آقای مسلم تهمت نموده فؤاد را گرفته میاری. زینال و فؤاد هدفمون هستند. بله، آدمانت را گرفته عملیات میگذرانی. کار را تمام کن. لیلا دخترم. لبای اماکی مسلم. دخترم من فرتوت و بیمار شدم. خدا میداند که باز چه خبره. دیگر عمرم مانده. این در نباید اماکی مسلم. انشاءالله صحت میشوی. خدا شفا میدهد آقای مسلم. انشاءالله دلال انشاءالله. تشکر خواهرم دلال. گفتنیم که اگر علمتم راضی باشد پیش از مردنم تو فرات را بینم. فرات برای گوی که سندهای نکاح را آماده کند. دکتر خدا شفا دهد آقای مسلم. تشکر رئیس. بخیر است رئیس. دکتر پسری آقای زینال را کشتند. امروز بعد از نماز پیشین او را جنازه میکنند. وای بیچاره حالا جوان بود. سینان گرفته او را به کوه برده. او را تشکیلات کشت. نه چه تشکیلات؟ سربازان کشتند. در وقتی زده خود پراندند. شپانها جسدش را آوردند. من رفتن نمیتوانم. شما به خانه‌اش روید پسرم. احوال من خوب نیست. تو بزرگانی دیگر را جمع نموده رفت. همدردی مرا نیز با آقای زینال رسان. مایلش امک جان میرسونم. شما خواهد من باید بیماری امکت را تشخیص نمایم. بعد برای همدردی بروم. همین در روی مایلش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم السلام عليكم آقای زینال آقای زینال آقای زینال آقای زینال آقای زینال شما یک آدمی با آبرو هستید آقای زینال سرتان را همچون یک جوان مرد تربیت نموده اید اون مثل جنگاوران جنگ کرد خواستیم عقب نشینی کنیم جاوید خواست تسلیم شود لیکن افسوس او را پراندم وقتی دیدم که نمود آمدم باری دیگر او را پراندم و او رحم نکردم ما باز یک جنگاوری قهرمانمون را از دست دادیم
همدردیم را قبول کنید. شهیدان نمیمیرن، شهیدان نمیمیرن، شهیدان نمیمیرن. آقای زینال شما را میخواهم، خدا با شما صبر دهد. همتان همدردیم را قبول کنید. بار دیگر همدردیم را قبول کنید آقای زینال. آدمانی را که به جنازه می آیند، مخصوصا فؤاد را با آدمانی تشکیلات بر ببر، کیچ به کیچ به نوارگیر. اون طرفش را من خودم حل میکنم. فهمیدم، پروا نکنید. وای کتابی قرآنی کهنه 200 ساله را از یگانجا یافته میتوانید؟ پروا نکن، بعد از عملیات میابم. تو گفته‌هایم را اجرا کن، آن طرفش آسان است. سربازان را با محافظان جنگ انداختن فکری خوب بود. این فکری کیست؟ گپ را کم کنم، زود از پسی کار شو. خبری فوری دارم، سراغ دهه پرلاد. در خانه زینب سلادرام جمع شدند و در آنجا تبلیغات میگذرانند. آقای زینال غم نخورید. ببینید با کدام رویتون به اینجا آمدید؟ این خانه را شما بر اینها سوزاندند. عذاب‌های داده‌تان بسنده نیست مگر؟ ما خانه کسی را نسوزانده ایم سینان. این کار را تو از ما دیدن از سر می‌داری. قبلا من آنها مهمانان منند. حق است تو آقای زینال، اینجا جای جان نیست. امروز هممون رفیقیم. آقای فؤاد، جاوید هم رفیق ما بود. مرگو برای هممون تلافاتی کلان است. شما او را گرفته بردید و قاتلش هم خود شمایید. اگر یکان چیز لازم شد ما همیشه در بر شماییم. خبر دهید زود میآییم، شر نکنید. پسر شما برادری ما هم حساب می شود. من بعد جاوید شاهدی ما هم هست. آمدم با تن. باری دیگر همدردیم را قبول کنید آقای زینال. خدا صبر جمیل دهد. هممون غمگینیم، خدا به هممون صبر دهد. میخوام دردیم رو قبول کنم آقای زینال. همدردیم رو قبول کنید آقای زینال. خدا رحمتش کند. همه که نیز آمدنی بودند لیکن احوالشان خوب نبود. همدردیم را قبول کنید آقای زینال. تشکر رئیس. کاری کرده سربازان رو دیده. چه بودو به چرا تسلیم شدن؟ آنها چی میگویند؟ چه ها گفته
سربازان به پیشونن جوانی بیچاره را سلادار گوزا پروندن آخر آدمانی بگمان رو میکشن از او چی خواستن؟ دردن غرق هم نداشتن گناه هست آخی چرا این کار رو میکنن؟ چرا میکشن؟ خدا رو ترسن چون ما در لبمون اومد یک بار تصور کن روز سیاه شیر روز سیاه اپای دیلو همین جویم؟ بله در درون چی ها داری الدو؟ تشکر من خوبم اپا بخیر است چرا جغ زدید؟ بیا زیلان در اینجا نشین خوب هستی زیلان حامله داری از چهل میگذارد وقت نشد که تو رو معوی نکنم خوب اپا خدا رو شکر یگان شکایت ندارم الدو برای چی گردن بندی با تو گفتم رو نبستی؟ یا اینکه معقول نشد؟ نه گردنبند خیلی معقول شد گردنبند و یعنی گردنبند خیلی زیبا بود اما هوا گرم من امروز نبستم دروغ نگوی الدو هوا سرد است اگر معقول نشده باشد شر ندار گردن من برای تو نوست رو میگفتم نه تشکری زیاد یک جاش کفایه تشکر الدو گیر این رو خود گردنبند نیست تو لیکن چیزی از اون بهتر است ایستو یکم ایستو خدایا باز چی نوشته باشد باز اینو مادرت رو مادر عروس پدرت رو پدر عروس تو رو باشد شوهر من به قیزوان چی بگم نجله ایستو های تو چی نوشتی بیا حاضر تو رو معوی نکنم زیلان نه اپا نه خدا رو شکر خوبم من خورم خدا ایستاده بودم زود رفتم لازم بعد معاینه میکنید خیر خدایا به فکرم شرم داشت خاله جان زودتر گیرید آخر من کار دارم در خانه کودکان تنهایم من بازی کرده ایستادم نگران کم است همینطور اومدن گیرد هممون تا بگاه انتظار میشویم قیزبان مادامی که پدرت رئیس است گوی آمده آب را تعمیر کند چی روز است آخر یگان روز تماما به آب میمونیم کنی من یقینم با فکرم سن در میده است شاید کودکان دهان کبور رو محکم کردند ای خدا من از کجا میدونم به همینش هم شکر کنید اگر تماما نهایت کار نکنید خدای توبه نجله یک دم ایستا نجله نیست مدام چطور گفتنم رو نمیتونم لیکن من باید با تو گویم که نجله یعنی گفتنی بودم که شما توی میخوید با من گردنبند بفتن گید یعنی هر رنگ سیاه سفید زرد سرخ من هر روز به نوبت عوض کردن میگیرم به خاطر تو مایلش الدو هر چیزی که تو گویی گفتم مایلش من رفت به پدرت میگویم مادرت رو خوشدم من پدرت رو خسر گویم تو رو باشد شوهرم واه زنالا پسرت را به قتل رساندن نه؟ خدا رحمت کند همدردیم را قبول کن تشکر سبا تشکر واه انا دیدی آقای زینال
و اینها باور کردن ممکن نیست. دولت گفتی دیدی پسرت را کشتن. اکنون خودت با ما گوی آنها را زنده گذاشتن لازم است یا نه؟ اکنون کاری کردهشان را دیدی؟ جوانی بیچاره را کشتن. ظلم بالای ظلم. خدا میداند در آینده به سر ما باز چه بلاها رو میارند. واه 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 واه. بازی سر می شود. سربازان می آیند. آقای زینب سربازان می آیند. آقا زمین ایستد نپرانه این ایخوا است نپرانه پرونه بخوانا همین خدر اسکوفی میرویم پروندر رو بس کنید میرویم
زخم دارها رو باید بدیهی آبی کلام بریم. حالا هم حافظی را دوامی دهیدن؟ کاری کرده این بیناموس را دیده باز هم دولت را طرفداری میکنه؟ من با طرفداران دولت دوستی نمیکنم. رود اینجا. شما چی ها میگوید آقای زینب؟ احوال مجروحان چی میشود؟ احوال اینها چی میشود؟ از شاهین به مرکز از روی خبر به مکان حادثه آمده. سلاحداران فریب دادند، از هر طرف به ما آتش شدند، دام گذاشتند. آدمان خبر دادن را جستجو کنید. خواهش میکنم فوراً به ما دسته یاری رسان فرستید و عدلیه خبر دهید. نفران زیاد حالا به مجروح شدند. مکان حادثه را تحت نظارت بگیرم. امکانه که رخیم نمودن سلاحداران را ندارم. از روی نقشه به کار میکنیم. 2 نفرمان شهید شد. باید چی شد؟ چی میشود؟ آن دولته کی؟ طرفدارش بودی، خانه ما را سوزان، نزدیکان ما را به قتل رساند. این ممکن است شاید این یک بازی باشد. مگر این به بازی مانندی دارد؟ تو به این حال دیگر؟ حالا وقتی این گفت نیست. زود کمک کنید، زودتر کمک کنید، زودتر کنی. بردارید. بایسته باید. کاری خوب کردید. کوبا منده. مرحبا. اکنون میتوانید استراحت کنید. شرف مدیا تقدیم میکند.